رزمی کار بود و یکه بزن. هر جا درگیری میشد یه پای دعوا قطعا خودش بود و ترسی از عاقبتش هم نداشت. اهل بروجرد بود و تو هر محله ای از شهرش جای یه نزاع و خونریزی از اون بود و کلش پر باد لاتی و اوباشی بود و میخواست گنده لات لرستان باشه. عشق بادیگاردی داشت و درگیر و داره ورزش رزمی تو قفس و لات بازی توی شهر. اسمش و پرونده های درگیریش پاشو تو کلانتری باز میکنه و با تعهد و ضمانت آزاد میشه. اما بازم سر عقل نمیاد و میخواست همه ی شهر رو بزنه. 25 بار سابقه زندان داشت و آخرین بارش که حبس بود به خاطر سابقه های مکررش حکم اعدام رو بهش دادن. در نهایت اینقدر تحت تعقیب قرار گرفته بود که حکم تیرش رو هم صادر کردن تا اینکه بالاخره توی خونش گیر میفته و مامورا با اسلحه میان بالا سرش رو دستگیرش میکنن. دیوونه‌ای که هیچ وقت عاقل نشد و آخرش سرش رو به باد داد. نامش حمید عزیز نژاد، شرور معروف سلطان بروجرد بود. میگفت جایی که زندگی میکردیم مجبور بودیم لاتبازی در بیاریم و سری تو سرا داشته باشیم که 2 نفر ما رو میبینن از همون حساب ببرن و نگن از این بچه هانو بزنیمشون. تو همون نوجوانی افتاد کانون اصلاح و تربیت و قرار بود اصلاح بشه که نشد. عشق ورزش رزمی داشت و به خاطر همینم خیلی زود رفت سراغ ورزش و کلی مقام و رتبه استانی به دست آورد. اما عشق لاتی زیر پوستش موج میزد و آروم نمیذاشتش. از 12 سالگی دعوا و نزاعاش تو کوچه و محله شروع شد. درگیری‌هاشو از همون نوجوانی تا چند تا مقام کسب کرد شروع شد و جو لاتی اونو گرفت. تو اوج جوانی با درگیری خونین تو خرم‌آباد میفته زندان و از همون 18 سالگی اولین پرونده شرارتش باز میشه. دست به اسلحه و کلاش و شمشیر بود و همون پرونده براش کافی بود تا دادگاه حکمشو اعدام صادر کنه و جرم اول و آخرش بشه. تو زندان توبه نامه می نویسه و سرشو میندازه پایین و آروم میگیره تا اینکه با کلی التماس و خواهش و پارتی حکم اعدامشو لغو میکنن و به 14 سال حبس تغییرش میدن. بعد از اون باز هم تلاش میکنه حکم 14 سالش رو بشکنن که همینم میشه و به 10 سال حبس تبدیل میشه. تو پروندهش همه یه جرم ها دیده میشد و شرارت از سر روش میبارید. تو همون زندان هم کم شر را درگیری به پا نکرده بود. خودش میگفت تو همون زندان یه جوری رفتار میکردم کسی نتونه بیاد جلوم وایسه. اما قمه با شمشیر و تیزی تو همون زندان همراهش بود و لاتیشو یه جوری پر میکرد که زندانیا و لاتای زندان هم مجبور بودن باهاش درگیر نشن، چون میدونستن یه مبارزه تو قفس حرفه‌ای با سخت میشه حریفش شد. چند سال آخر حبسش به خاطر فشار زندان و انفرادی اعتیاد پیدا میکنه و شیشه و هروئین مصرف میکنه و از یه شرور ورزشکار و لات به یه معتاد بدل میشه. اما وقتی میاد بیرون تازه داستان جدیدی از زندگیش برق میخوره و یه حمید عزیز نژاد زخمی و بیکله میشه. درگیری‌هاش روز به روز بیشتر میشه و هر کی سر راهش میاد و میزنه. اون وسط برای خیلی هم خط و نشون میکشه و همه رو به مبارزه میطلبه. اسمشو میذارن گرگ تو قفس و میشه سلطان بروجرد. به خاطر ورزش مویتایی که انجام میداد یه مدت از ایران خارج میشه و مبارزات خودش رو در بیرون ایران ادامه میده و چند مقام قهرمانی هم به دست میاره. قهرمان MMA یا همون مویتای یا مبارزه یا آزاده تو قفس از اون یه گندلات ساخته بود و چند تا مقام کشوری تو باکوی آذربایجان اسمشو تو منطقه سر زبون ها میندازه. اما هرچی میگذشت شرارت‌هاش بیشتر میشد و هم دشمناشو بیشتر میکرد هم شکایت‌هاشو، تا اینکه وسط همه درگیری‌هاشو سرش به سنگ خوردنا میاد برنامه فرمول 1 علی ضیا و داستان زندگیشو تعریف میکنه. آخرین باری که دستگیر شده بود سوار موتور شده بود و پلیس هم مدت‌ها اونو تحت نظر داشت و منتظر موقعیت مناسب و سر صحنه جرمش بود که گیرش بندازه. بعد از برنامه علی ضیا بود که بالاخره توی یه درگیری میریزن سرشو با تیزی شاهرگشو از پشت میزنن و میکشنش. گرگ تو قفس بروجرد و شرور و لات لرستان جوونی نکرده بود، اما اسمش وسط لات‌ها و اراذل دیده میشد. انقدر دیوونه اوباشی و گردن کلفتی بود که هیچ وقت آروم نگرفت و سر به راه نشد. آخرش هم چیزی جز حسرت برای خانواده و دوستاش نذاشت و سرنوشتش جز مرگ نشد. چجوری گرفتنه؟ من رفتم یه روز رفتم یه شب، هر شب میرفتیم خونه رفیقو یا تو قربت بودیم. ساعت 9 صبح موقعی که مادرم بهم گفت من اون شب گفتم برم بخوابم، بچه بودن امین تو میخواب بری بخوابی، ما به خاطر تو 12 شب میخوابیم، نرو.
گفتم نه همیشه این حرفو میزنید ولی تا 6 و 7 صبح بیداریم، اصلا میخوام برم مادرمو ببینم. بعد رفتم اونجا، جالب در این بود من تا 9 صبح خوابم که نبود هیچ، تو رخت خواب جون میکندم و یک سر خواب میدیدم دست پاوندم دارن تو آگاهی اطلاعات کتکم میزنن. ساعت 9 صبح بود، مادرم زدم گفت مامورین. موقعی که مامورین اومدن، اصلا موقعی که من فقط شمشیر و چیزامو از زیر دوشنگم برداشتم و اومدم که فرار کنم، دیدم که اسمشون حالا جایز نیست بیارم، دیدم خیلی مثلا با لبخند اومدن داخل حیاط. یه لحظه تعجب، اینا شاید مثلا تو 5-6 ثانیه اتفاق افتاد، دیدم مثلا لبخند بهم زدن. ولی من کار خودم انجام داشتم، از پله میرفتم بالا، دیدم تمام پارک، پشت پارک و تمام محل همه محاصرن با قناصه که بزننم. یعنی همونجا که یعنی گفتن یه قدم برداری سرتو متلاشی میکنی.